و در یک شنبه سیاه نماوا امیر حسین قیاسی مجری گستاخ برنامه نیمه شب بیانیه ای رو به دوربین های تلویزیونی روخوانی کردن و اون بیانیه رو دیسبکی به دیس ما در برنامه قبل دونستن. آقای قیاسی، کاری که ما انجام دادیم دیس نبود، یک دیسبک بود به رفتار شما در تایمی که ما برنامه نداشتیم. شما بارها برنامه‌تون رو با خبر بد برای ابوطالب حسینی شروع کردین. خبر بد برای ابوطالب؟ ویدیوی دلار 78 تومانی که افکت سیاه و سفید داشت و آهنگ‌های سوزناک به شدت روش نشسته بود و خاطره ساز چند نسل بود رو شما نابود کردین. دلار چنده الان؟ 78 تومن؟ دلت برای همین دلار تنگ میشه. لفظ مبارک چی شد ازگل رو با حالتی نامتعادل به زبان نامبارکت آوردی. چی شد ازگل؟ و ویدیوی خیلی زشت شد رو به بدترین شکل ممکن بازسازی کردید. خیلی زشت شد، خیلی. جواب ما چی بود؟ تنها سکوت کردیم برای اینکه آرامش به این منطقه و شهرک نگینان 360 برگرده، اما ادامه دادیم. ما در تیم نیمه شب ضمن محکوم کردن این تعرض آشکار به گروهک 360 به سرکردگی ابوطالب هشدار می‌دهیم که در صورت تکرار این اقدام خصمانه از تمام ظرفیت‌های بازدارنده خود که شامل شوخی‌های دارک، دیسبک‌های بسیار سهمگین و خاطرات مربوط به نوجوانی ایشان می‌شود استفاده خواهیم کرد. هر جا شما ما رو دیدید بزنید، مبارکتون. هر جا ما شما رو ببینیم میزنیم، مبارکمون.